توی ویدیو امروز قراره با همدیگه یه دسر خوشمزه و خوشبافت و خیلی آسون درست کنیم. برای درست کردنش 2 تا پیمونه شیر داریم، تو قابلمه میریزیم. 2.5 قاشق غذاخوری پودر کاستارد و 4 قاشق غذاخوری شکر داریم که به شیر سردمون اضافه میکنیم و همش میذاریم تا کامل مخلوط بشه. کامل که مخلوط شد زیر گاز رو روشن میکنیم، با حرارت ملایم هم میزنیم مواد رو تا به غلظت فرنی برسه. تو این حین یه دونه موز داریم که کامل با چنگال پورش میکنیم و میذاریم کنار برای داخل دسرمون. مواد که به این غلظت رسید که داخل ویدیو دارین میبینین مثل فرنی شد، تو این مرحله 100 گرم خامه صبحانه داریم که بهش از کرممون اضافه میکنیم تا خامه با کرم همدما بشه و اونو به مواد اضافه میکنیم. کامل که مخلوطش کردیم، موزی که پوره کردیم هم بهش اضافه میکنیم و کامل هم میزنیم تا مخلوط بشه و یک دست بشه. میتونید با گوشتکوب برقی هم کرمتون رو بزنید تا یک دست تر بشه. و بعدش اگه خواستین که هیچ گونه‌ای داخل کرمتون نباشه، اون یک بار از صافی رد کنی و بعدش داخل ظرفای مورد نظرتون، هر لیوانی که دوست دارین میریزین و میذارین داخل یخچال به مدت 6 ساعت بمونه. این دسر چون ژلاتین نداره باید حتما داخل لیوان باشه و بافت کرمی داره. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایکش کن که بهم انرژی بدی. نظرت هم توی کامنت ها برام بنویس و اگه دوست داری ویدیوهای بعدی رو از دست ندی حتما منو سابسکرایب کن. بعد از 6 ساعت که از یخچال در آوردین، اونو با خامه فرم گرفته یا هر چی که دوست دارین میتونین تزیین کنین. من یکم خامه فرم گرفته روشون زدم و پودر پسته و پرک گل محمدی گذاشتم روش. اینم بافت نرم و لطیف دسرمون که بعد از 6 ساعت داخل یخچال بوده. حتما امتحانش کنین. نوش جان.